بازم یه واحد خوشنقشه، شهرک فرهنگیان رشت، طبقه دوم. 110 متر شهرک فرهنگیان. اینجا آشپزخونهش، کنار آشپزخونه بالکن داره، باب سلیقه خانوما. یه حال مناسب چیدمان 2 دستمزد، پرهای رادیاتور هم نصب شده، پنجره عریض. اینجا اتاق اوله با کمد دیواری، اتاق دومش هم کمد داره. اینجا هم سرویس ها روبروی هم، حموم، جای فرنگی ایرانی و اتاق دوم که باز هم کمد دیواری اجرا شده.